خب اسکرین ما دیده میتون. بله استاد. درست. خب یک مشکل تمام شاگردا داشتن، امور را یادآوری میکنیم و زود درس شروع میکنیم که امروز این درس هم خلاص کنیم، یک درس دیگه هم بخوانیم. خب یک خبر ما سوالم کرده بود مثلا 15 باشه، 15 ناقص است یا غیر ناقص. خب زیادتر تان صحیح نشته کرده بود در کتاب شما. ایره مکمل گرفته، ناقص نگرفته به حساب کتاب شما. هم به حساب کتابایی که مثلا پیشرفته است یا مثلا در پانتون دیگه که میخویم باز ایره میگه کانستنت پولینیوم میگه ایره، یعنی نه ناقص است نه مکمل است. خب در کتاب شما مکمل گفته از این خاطر که x به توان صفر ضرب میکنیم، x به توان صفر یک میشه، یک ضرب 15 چی میشه؟ همو مثال زینر که برات آورده بودم به شما داده بودم. پس صفر دار، از این خاطر این مکمل است به حساب کتاب شما. اگر به حساب مثلا کتاب پیشرفته میگه بازی را کانستنت پولینیوم میگه یا پولینیوم ثابت میگه، نه ناقص است نه مکمل است. خب در کتاب شما مکمل گفته، از این خاطر مکمل صحیح است. و یک خبر ما یک سوال دیگه کرده بودن، یک این تو یک سوال بود x مربع، باز گفته بود مثلا ایره چی کنین به خاطر که ناقص است رو مکمل کنین. خب x مربع جمع صفر ضرب x به توان یک جمع. خب دیگه صفر هم نشته کنه میتونین یا خبر ما نشته کرده به ضرب دو بازم صفر میشه. خب صفر نشته کنین فرق نمیکنه، جمع صفر نشته کنین شد مکمل شد. و ای ضرب x به توان صفر به حساب کتاب شما یک میشه، یک ضرب صفر خود صفر، پس چی شد؟ مکمل شد. خب کسی دیگه سوال نداره که درس امروز شروع کنیم؟ استاد ما هر کدام شکل ما مکمل بنویسیم باز صفر اکس به توان هر کدام که مثلا توان دو نبود سه نبود استاد هم رقم توان میتیم خود ما. بله نشته میکنیم صفر ضرب x به توان سه خود صفر میشه، یعنی تنها یه چیزی بود که مکملش میسازه، اما این خودش صفر میشه. درست است، تشکر. خوبش نیست. خب درس امروز شروع میکنیم. درس امروز ما از پولینوم معادل. پولینوم معادل تعریفش اینجا نشته میکنم. پولینوم معادل. کسی که سوال داره باز آخر صنف، کسایی که مثلا سوال نداره باز و میتونه مثلا لفت کنه، دیگه کسایی که مثلا سوال داره و میتونن باشن باز پیشم سوال کنه. خب پولینوم معادل پولینوم هایی که دارای یک متحول بوده و ضرایب حدود مشابه آنها با هم مساوی می باشد. یعنی ضرایب حدود مشابه چی معنا میده؟ یعنی مجهول مشابه. حدود مشابه مثلا x مربع است، x مربع که طرف دیگه است، طرف دیگه مساوی است، ضرایبش یک چیز است. مثلا اگه اینجا یک است اینجا این طرف هم یک است، اگه مثلا اینجا دوسته این طرف هم دوسته، ضرایبی که یک چیز باشه. مثلا اینطوری که سی ام جمع یک ضرب x باید باشه، باید یک چیز باشه. ای x ما با ای یک چیز باشه، اینطوری که x مربع باشه x باشه. خب بعد از اون مثلا از پیش شما مثلا سوال میکنید سی ام جمع یک است، مثلا بس شما میگه قیمت ام پیدا کنین. حال میگه همیشه به سوال به شما یادآوری میکنه که معادل است، پولینوم معادل است. خب مثلا از قیمت ام از شما میخواه نوشته میکنین به خاطر که هر دو مساوی است سی ام جمع یک مساوی به چی؟ مساوی به ضریب از ضریب از x مساوی به دو. خب سی ام ما ای طرف باشه و دوره ای طرف استاد جان بفرمایید. اینترنتتون ضعیف است، بخاطر شما داده نوشته میکنین چند دقیقه بعدش به ما ایجاد تخت ظاهر میشه. از کل تا تماس شما هستم. استاد از بخیر ما استاد جان، از ما درست است. ضعیف باشه، از ما درست است. استاد از ما هم ضعیف باشه. از شاید از شما ضعیف باشه، از من ضعیف نخواد باشه. خب خیر، این ریکارد میکنم باز شما پس دوباره هم دیدن میتونید. خب دو منفی یک میشه یک، بعد از هر دو طرف تقسیم سه میکنیم، سه ما با سه خلاص، اما مساوی میشه با
یک بر 3. خب این یک مثال هم به شما دادم که یعنی بفهمین. مثلا 2x این طرف هم بود، یک چیز باید داشته باشین که دو طرفش یک چیز باشه، یک چیز باشه. ایتونی که اینجا x مربع باشه، اینجا x باشه، باز وقت مساوی نیست. اینجا اگه x مربع بود این طرف هم باید x مربع باشه، این طرف x مکعب باشه، این طرف هم x مکعب باشه. خب در کتاب شما یک سوال داده در اینجا، اگه پولینوم x مربع جمع 3x جمع 2 با پولینوم اینی معادل باشد، قیمت m n و p را دریابید. خب امی سوال هم نشته میکنیم. اینجا رای خود نوت کنین که زیاد تا نره. خب امی کس کتاب داره امی سوال برام میگه، بگویم امیجا نشته کنم. m ضرب x منفی یک استاد. x منفی 1 مربع مربع بله استاد مثبت n م، مثبت n ضرب x منفی یک x منفی 1 مثبت p مثبت b p استاد b p p مساوی به معادل گفتنی، هر دوش معادل هستن. بله مساوی به معادل x مربع. معادل یعنی ذره x به مربع مثبت x مربع جمع مثبت 3x مثبت 2 3x جمع 2 مثبت 2 مثبت 2. به شما در مثال گفته که یا معادل هستند، بس معادل از تعریفش چی بود که ضرایب x مربع اینجا خب کلانترین توان کس و x مربع است. x مربع این طرف و این طرف مساوی است. ضرایب x مربع هم مساوی است، ضرایب x هم مساوی است و کانستنت ما هم کس و مساوی به این طرف میشه، مثلا مساوی به p میشه. یک کانستنت یا عدد ثابت ما که است. خب عدد ثابت هم همونطور. یا یک چیز دیگه هم به شما بگم، اینجا x به توان 0 گرفته میتونین، این طرف هم گرفته میتونین. به خاطر از این باز اینجا نوشته کرده میتونین که ضرایب x به توان 0 هم چیست؟ مساوی است. خب عدد یاد بگیرین یا ای را یاد بگیرین، هر دویش فرق نمیکنه. خب حالا را حل میکنیم. m به خاطر که از x مربع ما مساوی است، از این خاطر x مربع پولش که هر چیز می او را جدا میکنیم. خب ایره حل میکنیم. ایره کس شما ایره صنفای پیشتر خواندین، اما حل کنم یا جدا جدا نوشته کنم ضربش کنم؟ کس میفهم این چی میشه، مساوی به چی میشه؟ یا جدا جدا نوشته کنم؟ در کتابتون این رقمی نوشته کرده، جدا جدا نوشته کنین. اگر کسایی که یاد ندار خب جدا جدا نوشته میکنم، کسایی که یاد ندار. ضرب x منفی 1. با صنفای بلند اینی را باز از یاد بگیرین که میشه x مربع منفی 2x جمع 1. اینی باز وقتانه کم میگیره. تا x مکعب هم باید یاد بگیرین تا صنفای 12. خب جمع ایرم ضرب میکنین، n ضرب x چی میشه؟ nx میشه. n ضرب منفی 1 ایره در قوس ضرب میکنه، اول ضرب ازی بعد از هم ضرب ازی. n ضرب منفی 1 منفی n جمع p. خب طرف خود جداست از ضریب هر کدامش. ضریب x مربع ما چند است؟ یک است. یک x مربع جمع 3x 3 ضریب است جمع 2. یا اگر دور ضرب x به توان 0 نوشته میکنین دلتا، اگر ثابت عدد ثابت نوشته میکنین هم فرق نمیکنه. خب این را ضرب میکنیم. m هم خودش باشه x ضرب ازی x مربع x ضرب ازی کنیم منفی x. اول ضرب ازی کردم بعد از اون ضرب ازی کردم، حال نوبت ازی است، ای را باید ضرب کنم. منفی 1 ضرب x منفی x منفی 1 هم ضرب منفی 1 منفی ضرب منفی مثبت 1 هم ضرب 1 خود 1 جمع nx منفی n جمع p
مساوی به از اینی ایره این دفعه نوشته نمیکنم، من خط نوشته نمیکنم، نمی خودش دیگه من. خب ایره ضرب از این میکنم، ضرب قوس میکنم، میشه ام اکس مربع، باز ام ضرب از این میشه. خب این دو دانه رو جمع کنیم چند میشه؟ منفی دو اکس میشه. ام هم ضرب از این میکنم، میشه دو ام اکس. این دو دانه رو جمع کردم میشه منفی دو اکس، باز ام ضربش کردم، ام ضرب یک خود یک، جمع ان اکس منفی ان جمع پی مساوی اکس مربع جمع سی اکس جمع دو. خب حالا ذرای بعضی شد ای شد ام اکس و ای هم اکس داره همراه خود و ای هم اکس داره همراه خود، از این خاطر ایره جدا نوشته میکنیم. خب ام اکس مربع خودش نوشته میکنیم، اکس در اینجا میگیریم جمع و چی میشه؟ n منفی ای سی نوشتش کنم جمع اینجا چند میمونه؟ منفی دو ام میمونه، منفی دو ام و جمع ام یا خودش کانستنت است، اکس نداره، متحول نداره، منفی n جمع پی. اینی را در یک قوسک بگیرین مساوی به اکس مربع بفرمایید سی اکس جمع استاد بله. شما کار کردن میرین شاید ما خو نمیفهمم اما شاید دیگه سیمتی هم نفهم. استاد وقتی که ما سوال نکردیم میفهمیم که نفهمیدیم. من استاد سعی میکنم اگر شما ناشته کردن میرین ایران میمون استاد چه رقم میشه. و بله ای استاد جان، من خب حالم صفحه کتاب بود در من اصلا تخت شما نبود. ای خو یک ضرب عادی است. ضرب عادی اگه مثلا خب سه از پیشم سوال کنیم، یک ضرب عادی است. ببینین ای x منفی یک ضرب x منفی یک مربع کردیم میشه x مربع منفی دو x جمع یک. در کتابتان ببینین. باز ام ضرب ازی میکنیم، ام ضرب x مربع میکنیم، باز ضرب منفی دو x میکنیم، باز جمع یک میشه mx مربع منفی دو mx جمع m. باز این x n باز ضرب ازی قوس میکنیم، n ضرب x میکنیم، n هم ضرب یک میکنیم، میشه nx منفی n پی هم خودش. تو اینجا مشکل داره؟ این تنها یک ضرب عادی است، کس مشکل نداره تو اینجا. همین ما دیگه نشته کردم با شما. استاد جان امیر استاد مگه خلاصه عرض کنید بله به خاطر که نفهمیدیم هیچ. خب استاد خلاصه یعنی بگیم به میگین خاطر که نفهمیدیم. خب جدا استاد یعنی تا میگین شاید این بگویم ضرب که عادی است. سوال داده میشه ما ضرب که میریم یعنی جواب به دست ما نمیآید. اما تو جوابش دیگه پیدا میشه، به خاطر که دیگه شما ضرب کردین. بعد از او باز اینجا چیز پولینی معادل گفتم. معادل چی معنا میده؟ یعنی که ضریب x مربع دیگه است، ضریب x مربع دیگه چند است؟ یک. و اینجا چی است؟ m است، پس m مساوی به یک میشه. تا اینجا را که بود، تا اینجا را کلش جمع و ضرب است. خلاص اگه چیزی نداره و مثلا صنفای پیشتر شاید شما خیلی خوند جوابش چند برآمد استاد؟ ام مساوی به یک میشه. تا اینجا را که شما نفهمین، من اینو پس سر تشریح میکنم، باز با شما میگم ای صنفای پیشتر شاید خوانده باشین، این تنها ضرب است. خلاص خب استاد ببینین ضرب و جمع خواندیم یگان زی که شما میگین ما نخوندیم. هر کی باشه استاد ما دیگه دستم په ده هفت هشت نوی ما برش خندیدیر. خب خیره، من اینجا به شما هر کدام جدا جدا حل میکنم. خب ام ضرب x اینیا رو ضرب میکنیم کلش. کس از همسنفی دان ضرب کرده میتونه اینی را مثلا کسی که درست خوانده بگو یک تشجیه کنه به همسنفی خود.
یک علامه تنها ضرب کردن است دیگه چیز نداره. ای را نوشته میکنیم m ضرب x منفی یک ضرب x منفی یک. شما پیشتر قوسا را ضرب نکردین در صنف پیشتر؟ ای کس میفهمید چطور ضرب کنه ای دو دانه قوسه x منفی یک ضرب x منفی یک؟ یا اگرچه درس استاد ما ما بگویم؟ بفرمایید. استاد قسمی که یاد دارم اول اما نوشته کنین بعد قوسا را از بین میبریم. استاد الان ما قیمت x و این در اینجا چند بدیم؟ x اینا او را بانه تنها ضربش کنیم بعد زو باز پیدا میکنیم. اول یار همیشه ضرب کنیم x استاد خلط نکن. ما m x منفی یک خب x منفی یک بعد ضرب منفی یک. پس همون چیز شد. خب من اینجا واضح بر شما نوشته میکنم. خب کس که یاد نگرفت باز بر از پیش من باز بس از سر پرسان کنه. x منفی یک ضرب x منفی یک چی میشه؟ ایره باید از صنف بیشتر خونده بودیم. خب باز پس سر من ایره یک دفعه ضرب ازی میکنین بعد از او ایره ضرب ازی میکنیم بعد از او باز ایره ضرب ازی میکنین باز ایره ضرب ازی میکنین. خب اول x ضرب x چند میشه؟ x مربع میشه یعنی x مربع x که ضرب x کنیم x مربع بعد از او ایره گفتم ضرب ازی میکنین چی میشه؟ یک x ضرب منفی یک چند میشه؟ منفی ضرب منفی مثبت. x ضرب منفی یک ضرب ازی کردیم چند میشه؟ بر شما جدا نوشته کنم. مثلا فشت هم درس نیتم او درس ها را میخوانه دیگه شاید شما پیشتر سعی نخوانده باشین. خب خیره x ضرب اول ضرب ازی x میکنیم x ضرب x بعد او x ضرب منفی یک میکنیم میشه منفی یک ضرب x میکنیم میشه منفی x بعد او این منفی یک ضرب x میکنین این نوبت دومش میشه ایرال پاک کنین نوبت دومش میشه این نوبت از این منفی یک میشه. اول ایره ضرب ازی میکنین بعد او ایره ضرب ازی میکنین. خب منفی یک که ضرب x کنیم چند میشه؟ منفی یک x بعد از او باز منفی یک که ضرب منفی یک کنیم چند میشه؟ خب ایره جمع نوشته کنین منفی یک که ضرب منفی یک کنیم چند میشه؟ جمع چند مثبت دو میشه؟ نخیر منفی یک ضرب منفی یک چند میشه؟ اول علامه‌اش ضرب کنیم منفی ضرب منفی صد علامش مثبت میشه. ما مثبت یک ضرب یک دو استاد. استاد گفتم مثبت دو. نه یک ضرب یک چند میشه؟ یک یک استاد مثبت یک یک میشه استاد. مثبت یک میشه. یک استاد. مثبت یک مثبت یک میشه. پس x ضرب x مربع چند شد؟ x ضرب x چند میشه؟ x x مربع x مربع و ای منفی یک x دیجا هم داره منفی یک x دیجا داره می دو دانه رو جمع کرده میتونم چند x میشه؟ جمع استاد x مربع امرای دو منفی یک x دیجا دارم منفی یک x هم دیجا دارم چند میشه؟ منفی یک x جمع منفی یک x مسیح به چند تا نمیشه؟ یک رو پدیجه قرض رسیم یک رو پدیجه قرض رسیم چند میشه؟ دو روپه دو روپه دو اکس میشه منفی دو اکس دو روپه قرض شد. ای اگر اکس مثلا سی یاد نداریم باز در جای ازی مثلا بان احمد مثلا یا یک چیز دیگه مثلا یک قلم دیجه قرضدار هستین یک قلم دیجه قرضدار هستین میشه دو قلم. منفی دو اکس هم در جایش خود نوشته کردم و ای منفی یک هم ضرب منفی یک کردین چند شد؟ مثبت یک. خب آلفا میدین از کجا شد؟ این از کجا شد؟ با شما ضربش کردم. همین چیز زده ایجا نوشته کرده کتاب شما.
یک چیز ضرب است خلاص. خب حالا ایما در پولیش نوشته میکنم به خاطر که در حالت ضرب بود. x مربع منفی 2x جمع 1. خب حالا اینی را کسی برام ضرب کنه برام بگه چی میشه. n ضرب x منفی 1. اینجا نوشته میکنم n. استاد با کمک شما میتونستم. بفرمایید. چیز نیست سخت باشه مثل قضیه و ریال در اینجا خود دانه داشتیم ولی اینجا یک دانه داریم. یک دفعه ضرب ازی میشه یک دفعه هم ضرب ازی میشه. استاد ما اینجا 2x داریم یعنی x مربع میشه. 2x نداریم n ضرب x است. در اینجا همراه چیزی نوشته نمیشه. ای x است ای n است. n ضرب x چی میشه؟ n ضرب x n ضرب x نه n ضرب x مثلا 2 ضرب 3 دیگه نوشته نمیکنیم 2 ضرب 3. مثلا اگه 2 ضرب 3 باشه اگر 2 ضرب 3 باشه خود 2 خب من نمیفهم n قیمت n چند است x چند است پس به خاطر از این پولو در پولو تنها نوشتهش میکنم. پس n ضرب x چی میشه؟ استاد nx میشه. xn xn میشه یا nx میشه. n ضرب منفی 1 چند میشه؟ n ضرب منفی 1 n ضرب منفی 1 استاد n ضرب 1 ضرب n چند؟ استاد پس 1 میشه. پس 1 میشه منفی n. خب ایرام الفا میدین این قسمت فقط ایره ضرب کرده اینجا nx شده nx منفی n. خب حالا اینجا را نوشته میکنم تو اینجا را همتان یاد گرفتین nx منفی n و پی هم خودش دیگه پی خود چیز نداره که ضرب شه و جمع پی نوشته میکنم جمع پی. صحیح شد. مساوی به چند بود؟ اول گفته بودیم معادل است. درس ما که است درس ما معادل است. اینی مثال که به شما کار کردم اینه تو یک چیز به شما میاره. یک سال دیگه هم کار میکنم دیگه باز اینی را بر من کس ضرب کنه باز برام بگویه m ضرب x مربع منفی 2x جمع 1 اینی مساوی به چی میشه؟ اینی را برام بگویم اینی با این نوشته کنم تشریح هم کنم که همچنین فعلیگی تان بفهم به خاطر که اینی علامه ضربم عملی ضربم درست یاد نگرفتن. این مثلا در درس پیش از فقط امروز ما است پولینوم های معادل است درس ما. خب کس برام گفته میتونه این ضرب ازی کنم چی میشه؟ m ضرب x مربع منفی 2x جمع 1. کس گفت کمک شما گفته میتونم دیگه خب بگویم بفرمایید آسان است. یک دفعه ضرب ازی میشه یک دفعه ضرب ازی میشه یک دفعه ضرب ازی میشه. استاد m وقتی که ضرب n شوه استاد این است یا x n همیشه استاد یک رقم میاد دو تخته m ضرب x مربع است. m ضرب x m ضرب n استاد mn میشه. ای x مربع است. m ضرب x مربع چی میشه؟ mx مربع mx مربع برای استاد mx مربع mx مربع منفی m ضرب منفی 2x چی میشه؟ m ضرب پس خود 2 میشه. بخاطر قیمت m معلوم نیست ما 2 میشه. 2xm میشه نه؟ منفی 2 منفی 2mx دو دانش هم در پولو نوشته میکنه. خب m ضرب جمع 1 چند میشه؟ m ضرب 1 چند میشه؟ m ضرب جمع 1 استاد پس 1 میشه. مثبت 1 ما میگیم که قیمتش معلوم نیست باز به خاطر پس خود حرف میگیم. خود حرف میگیریم. این دیگه یاد دارین. خب ایام چی بودی را خودش نوشته میکنیم nx منفی n جمع p به خاطر که پولینوم معادل بود و چیزهای دیگر هم در پولیش نوشته میکنم. اینجا چی بود؟ x مربع هم اینجا خودش نوشته میکنم x مربع جمع 3x جمع 3x جمع 2 مثبت 2. خب پولینوم معادل چی گفته بود با شما؟ گفته بود که اگر یک x مربع باشه اینجا هم x مربع باشه پس ضریبش ضریب از x مربع چند است؟
یک ضریب نشته نکرده. پس اکس مربع است. ضریب چند است؟ هر چیز که ضریب نداره. ست اکس. پس خود اکس. ضریب یک است. یک است. پس اما مساوی به چند میشه؟ اما مساوی میشه به یک. ام مساوی به استاد یک سوال داشتم دیگه ببینید. بفرمایید. شد دمیجه که نوشته کردین مثبت ام و مثبت اینی اکس این منفی این مثبت پی از کجا گرفتیم؟ این خود اینجا سوال بر ما دادن. دیدین؟ این خب ضرب خواهم یاد گرفتین نه؟ الان از ضرب کردن خوار ما هم تشریح کرد. امرای خوار ما پیش رفتیم تا اینجا. یکی از درسای گذشته است تا اینجا. اموجا امرای خوار ما یک جای پیش رفتیم. خب امام پیدا کردیم مسیح به یک شد. تو اینجا فهمیدین؟ کس مشکل نداره. استاد دیره نظرم ضرب میکنیم تا که مثبت میکنیم تا که قیمت ام به ما ایجا بده. بله تا وقت ضرب میکنیم که مثلا از x مربع خودش جدا شه. حالا x مربع دیگه داریم نداریم. اما x دو دانه داریم. x دو دانه داریم نه، یک دانه دیگه داریم، یک دانه دیگه داریم. پس ایره چی میکنیم؟ ایره باز مشترک میگیریم و کانستنت یا عدد ثابت ما چند دانه داریم؟ دیگه دو داریم و دیگه یک دانه پیسته، یک دانه پیس، یک دانه منفی است، یک دانه ام است. خب حالا ام پیدا کردیم. حالا از پیش ما میخواه که میگه قیمت این چند است. خب حالا به خاطر که اینجا یک دانه اکس دیجا داریم، یک دانه اکس دیجا داریم، پس سیره چی میکنیم؟ این میره یک دانش شریکی میگیریم. اکس بیرون میکشیم، اکس بیرون میکشیم. اکس که بیرون میکشیم دیگه چی میمونه از پیشش؟ این اکس از پیشش کشیدم دیگه نشته کرد. صد ام میمونه. منفی دو ام. منفی دو ام. و دیگه چی میمونه؟ دیگه از پیش اکس کشیدم چی میمونه؟ جمع دیگه مثبت ان ام ان منفی ان دیگه نه نیست نه دیگه یک سکس او جدا است. خب مساوی به چی؟ مساوی به ضریب خودش. حال ضریب از این هم دیگه اون ایرخ پیدا کردم. حالا سی اکس هم در پیش رویش نشته میکنم. گفتم که ضریب از یک زد به خاطر که پولیم معادل است. پس ایر از اوس کنین نشته میشه، نشته کنین 2m جمع n مساوی به c. این رقمی هم نشته کرده میدن در کتاب. این رقمی نشته کرده. این مساوی به z است. خب قیمت ما چند بود؟ یک بود نه؟ پس چی میشه؟ دیگه قیمتش هم میگذاریم، میشه منفی دو ضرب یک جمع n منفی ضرب یک مساوی به c. جمع n مساوی به c. و وقتی که منفی دو رو این طرف بریم چی میشه؟ علامش چی میشه؟ مثبت c. مثبت و این را می طرف بردم میشه جمع دو. پس n ما مساوی به چند شد؟ مساوی به مساوی به 5. 3 شد. نیست. دو جمع 3 چند میشه؟ 5. خب قیمت این هم پیدا کردیم. حالا قیمت پی مانده است پیش ما. خب اینجا چی مانده؟ ام مانده. اعداد مساوی به اعداد قرار میدیم و دیگه کدامش متحول نداره. دیگه منفی ان مانده اینی و دیگه جمع پی مساوی به چند؟ مساوی به عدد ثابت. عدد ثابت ما چی است؟ یک. عدد ثابت ما چند است؟ اینجا دوستان دو. خب حال قیمت ام هم بگذارین، ان هم بگذارین که مساوی به چی؟ قیمت پی تان هم پیدا میشه. دیگه سوال خلاص میشه. منفی 5 جمع پی مساوی به 2. پی ما مساوی به 2. یکی طرف برم علامش چی میشه؟ دیگه جمع است. دیگه طرف چی میشه؟ مثبت. اینجا علامش مثبت است. منفی یک. منفی میشه. منفی 5 یکی طرف برم جمع 5. پی ما چند برم؟
دو دو منفی یک میشه سه و سه یک جمع 5 مساوی به چند؟ یک می باشه مساوی به 6. دو منفی یک میشه یک جمع 5 مساوی میشه به 6. خب در اینجا به شما می سوال کار کرده این جدیدین و منظور نمیفهم شما صنفای پیشتر درست یاد نگرفتین، شاید دیگه مشکل داشته باشین، اما بولین مدل که آسان است. مثلا به شما یک سوال میده، این خواهم اگه یاد گرفتن، اگه سوال دارین اینجا بر از پیش پرسان کنید ما براتون بگویم یعنی چیز که بود دی ضرب کردنش که بود یا صنفای پیشتر تان میشه. و بولین مدل ما بر شما یک مثال ساده کار کنم، مثلا کسایی که این مهم نیست که مثلا این یاد بگیرن، مثلا یک سوال از پیش شما میکنم میگه اینی پولینوم معادل است، مثلا به شما میگه 3x مساوی میشه به 2p جمع 1 ضرب x. از شما پرسان میگم اینی پولینوم معادل است، قیمت پی را پیدا کنین. کسی پیدا کرده میتونه برام قیمت پی را؟ استاد دیگه کتیم کمک کنین نتانم بسیار زیاد آسان است. تعریفش معادل یاد گرفتین چی بود؟ یعنی ضرایبش مساوی است. پس اینیا میکس است، اینیا میکس است، پس ضرایب ازی مساوی وزی است. کدام دو دانه مساوی است؟ کدام ضریب x این طرف چند است؟ ضریب 3x ما چند است؟ 6 ضریب 3x چند است؟ ضریب یعنی در حالت ضرب باشه. یک است ضریب مانا میده که در حالت ضرب باشه امروش. پس 3 ضرب x ما ضرب چند میشن دیگه؟ ضرب چند است؟ 2p از این طرف همیشه است 2p جمع 1 ضریب این طرف است و ضریب این طرف چند است؟ طرف دیگه اینجا چند است؟ 3x است 3x 3x x ما با کدام عدد در حالت ضرب است؟ با 3 در حالت ضرب است، نه مساوی به 3 میشه. خب بالا اینی 3 را مساوی قرار میتیم به 2p جمع 1 2p جمع 1 و حالا قیمت ساده ای سوالتان ریخ کنه گیت شده. ما فهمیدم. من این سوال کار کردم، بعضی و سوال دیگر کار کردم، باز هم تان میفهمید. خب بعد از او 2p را این طرف نشته میکنم، جمع 1 طرف باشه، منفی 3 را می طرف روان میکنم، میشه 2p از 3 را به قرض رستم، 1 را پام دارم چند میشه؟ منفی 2 و 2 با 2 خلاص پی ما مساوی به چند میشه؟ مساوی به منفی 1 میشه. خب این بعضی کسا کس در عملی ضرب و تقسیم زیاد مشکل داره. خب حالا یک سوال دیگه کار میکنیم انشاءالله همتان میفهمید. مثلا 3 استاد میبخش x بله بفرمایید. استاد هم سوال کنه یک دفت تشریح کنین بخاطر که شما نوشته کردن میبودی و دفت تشریح کردن لان که بگوین شاید زود جذب کنین. خب 3x داشته مساوی میشه و 2p جمع 1 ضرب x. به معادل چی مانا میده که ضرایب مجهول چیزی که نامعلوم است مساوی می باشه، یعنی اینی مساوی به از این است. 2p جمع 1 مساوی به 3 است. باز ما خواسته که پی را پیدا کنیم، پس پی را چطور میکنیم؟ به خاطر که میفهمی ضرایب مساوی است، x او طرف ایش در نظر نمیگیریم، میره او طرف میکنیم، میشه 3 مساوی میشه و 2p جمع 1 و دیگه علامه جمع و تقسیم است که اونم علامه چی قیمت پی را پیدا میکنیم. خب یک سوال از شما دارم، مال دیگه یک سوال دیگه بر ما دادم قیمت پی را پیدا کنیم. پی مساوی به چند میشه؟ کسی برام بگویم را تشریح. اینی پولینیوم که است پولینیوم معادل است. استاد الان ما که x را ضرب x کنیم میشه x به توان 6 ما به شما چی گفتم؟ رقم
هر دو طرف چی؟ هر دو طرف کدام اکس یک چیزی که مساوی است. مثلا اینجا ایکس مکعب داریم، این طرف هم ایکس مکعب داریم، یعنی بله سر. اینی را با اینی خلاص کنیم. ای فکر کنید از بین رفت، پاکش کنیم. صحیح شد؟ ای پاک شد. آسان شده است. پی مساوی به چند شد؟ به 3. بس خلاص دیگه، نه قدر است، خلاص دیگه چیز ندارم. حالا یک سوال دیگه هم کار میکنیم که صحیح بکنیم. چه قصه. حالا مثلا یک سوال دیگه به شما داده است 3 x به توان 5 مساوی میشه به 2 m منفی 1 مساوی به x به توان 5. خب اینی سوال میگه حل کنین، چطور حل میکنین؟ قیمت m خواسته و اینی پولیم که است معادل است. استاد انا با ان اکس با اکس تمام میکنیم. ای را خلاص میکنیم. بخی اگر میخواین که درست ای رو به شما گفتم که یاد بگیرین، اصلا خلاص نمیشه تنها. مثلا به شما میگم به خاطر پولی معادل میدون مساوی است، این را مساوی بازی قرار میدین. به خاطر خوبتر یاد بگیرین، از این خاطر گفتم میره بخی پاک کنین. این را پاک کردین، مساوی به چی شد؟ 3 مساوی به چی شد؟ مساوی به 2m. استاد دو. 2m منفی 1. 2m منفی 1. قیمت m ما چند شد؟ قیمت ما به نظرم 3 شد. 3 قیمت m دیگه بخاطر که قیمت m دیگه پیدا کنین. جمع و تقسیم است. منفی 1 طرف روان کنیم چند میشه؟ علامش چی میشه؟ 3 مثبت میشه. مثبت میشه. چی 3 جمع 1 شد. و به خاطر که دو در حالت تقسیم از مخواهی من کار دارم، دوی من کار ندارم. این طرف هم یک دو را تقسیم میکنم، این طرف هم یک دو را تقسیم میکنم. یک دو دو، یک دو دو و 3 جمع 1 چند میشه؟ 3 جمع 1 4. 4 تقسیم دو. قیمت ما 4 برآمد. نه تقسیم یک دوم باید کنین، نه یعنی جای خود دو گرفتیم برش. به خاطر که از این طرف هم خلاصه. باز مساوی به چند میشه؟ یک دو دو، یک دو دو، دو دو 4 مساوی به دو. مساوی به 2. خب یک سوال شما کار کنین بر ما بگوین. یکم سوال نمیفهم آسان باشه سخت. هر سوال که میتونم طریقش به شما یاد دادم. خب مثلا 4m منفی 3 ضرب x. امیر اکس ال کنه تا آخره، بازو با تشریح هم کنه کم صرفیتانم بفهمید. دکتر چی فاستم. به فکر محل میکنن. این سوال سخت نیست، بیشتر به شما گفتم. کس حل تانست؟ کس حل نتونست؟ یک کس که حل میکنه بگوی که من حل کرده رئیسم. یک هیچ کس نفهمید که باز خودم حل کنم. سمعت كده رئيس نمیفهمم که صحیح میکنم یعنی. بفرمایین. چیز گفتم امروز درس ما از پولیم معادله دیگه. جمع و تقسیم و این چیزا که هست یا صنفای پیشتر است دیگه. او را باید شما پرکتیز یاد کنین و زو باز یاد میگیرین. خوی چیز نیست مثلا این سری طرف میبریم بعد از علامه از اگر منفی باشه مثبت میشه و چیزی که دیگه دولت ضرب سی طرف بریم دولت تقسیم میشه. امروز درس ما اگر میخواین درس امروز یاد بگیرین، درس امروز ما این قدر است. مثلا 3x مساوی به 3 مساوی به حالا از پیش شما پرسام قیمت پی رو برام بگوین، یا مثلا این سی رو از بخی بر شما وز کنم
مثلا میگه قیمت پی مساوی به چند است. سال شما میبینین که هر دوش معادل از ضرایبش مساوی است، پس این اکس با این اکس خلاص میکنین، پی مساوی به چند میشه؟ مساوی به 3 میشه. اینی درس امروز تان است. دیگه جمع و تقسیم و چیزا کسی از صنف پیشتر تان است. پولینوم مدل نو. استاد ببینید ما ایره بله. استاد گفتم بفرمایید بگوین گپ ما خلاص شد. استاد سوال گفتم ببینید ما صحیح هم کردیم یعنی خب بگوین. استاد در اینجا خب اکس را با اکس خلاص کردم. ها باز استاد سی را گرفتم مساوی به سی را گرفتم مساوی استاد دیگه گفتیم منفی سی تبدیل علامش به مثبت تبدیل میشه و مثبت سی گرفتم. آفرین. 4 ام مساوی میشه و خارمایی را این طرف روان کرده. این طرف روان کرده علامه شده مثبت. یعنی سی طرف روان کنه علامه شده مثبت. مثبت 3. با ایره بعد از او چی کردیم؟ بعد از او اصلا 4 پس تقسیم 4 کردم. 4 امی 4 ما تقسیم پس 4 کردم که 4 ما با 4 خلاص شد که 2 میشه. 4 با 4 خلاص میشه. 4 با 4 خلاص میشه. اما مساوی با چند شد؟ 3 جمع 3 چند میشه؟ اما صد مساوی 6. 3 جمع 3 چند میشه؟ 6 استاد گفتم مساوی 6 و این 4 که تقسیم کردین این طرف و این طرف هم تقسیم کنین نه؟ بله. مساوی اما مساوی شد 6 بر 4. خب کی یاد نگرفت یک مثال در دوی ما یک جای حل کنیم کسی که یاد نگرفت؟ استاد الان اگر 6 تقسیم 4 کنیم چیزش استاد 1 4 4 میبره 1 میشه. قیمت هم 1 میشه اگر 6 تقسیم 4 کنیم. اگر 6 تقسیم 4 کنیم یک نخواد شد اختصار کنیم 3 2 6 2 2 4 3 بر 2 میشه. 3 بر 2 استاد 3 2 6 2 2 ما 4 3 بر 2 شد یعنی 4 3 بر 2. بله. اصلا ما میشه پس تقسیم 2 کنیم. تقسیم 2 این کس دیگه خلاص جواب دیگه یک مبرای باز اشاره دار میاد. یه از ماشین حساب کار بگیرین. امروز درس ما این نیست که مثلا به شما من جمع تقسیم یاد بودم. این میتونین ما توسط ماشین حساب هم کارنده پانتون که از ماشین حساب در دستان می باشه. خب ما در کنکور شد نخواد اجازه بده. از این خاطر خوب است که تمرین کنین. هر چقدر تمرین زیاد کنین جمع و منفی و مثبت تقسیم چیزا رو خوب یاد میگیرین. خب کسی که نفهمیده یک سوال با عمل میکنیم. یک سوال بعد از او یک 3 سوال نشته میکنم. کسی که نفهمیده اما یک صدای خدا بکشه که امره حل کنیم. بعد از او بازم خواهر تشریح کنیم. سلام استاد. بفرمایید. سلام استاد وقتتون بخیر. تشکر. استاد صدای مرا دارید شما؟ بله. استاد اینترنت ضعیف بود ما با جاین شده نتونستم. میشه که یک سوال یا 2 سوال دیگه هم از پولینوم معادل سرکنید کار کنید؟ بله. خب خواهر ما خناق جان شده کسایی که بودن از وقت و یاد نگرفتن اینی سوال میتونه برام بگن جوابشه. باز من تشریح میکنم خواهر ما خناق جان شده و هم بفهم. تشکر استاد. سلام استاد. استاد ما بگویم شما فکرم یاد گرفتنی کسایی که یاد نگرفته و بگویم. بله بفرمایید. کسی که یاد نگرفته اصلا میشه اول امی سوال هم قسم بخونیم به خاطر که جرفته که نوشته کنیم فهمیده نمیشه صحیح. 3x به توان 5 مساوی به nx به توان 5. اینی رو بخی زاید بگیریم. اینی n و x یک رقم نوشته میشه. اینی اینجا زاید گرفت. استاد دو تا و یکی دیگه خلاص میشه. زید مساوی به 3 میشه. زاید مساوی به 3 میشه. خب خواهر ما کاملا سیست. این دو دانه خلاص میشه. پس استاد اینجا پایین توانای زینا
توانایشون هم استاد امروی زیت ها خلاص میشن امروی اکس ها. هر دو طرف یک چیز داره. مثلا اگه دیگه این اگه من این طرف روان کنم تقسیم میشه، یعنی دولت تقسیم خلاص میشه. یا یک چیز دیگه به شما بگم 3x به توان 5 این همی سوال مساوی میشه. و اگه این رقمی یاد نگرفتین این رقمی یاد بگیرین. هر دو طرف یک تقسیم x به توان 5 میکنیم. x به توان 5 این طرف میکنم این طرف میکنم، هر دو طرف میتونم بکنم. نه در حالت مساوات است. x 5 به x 5 خلاص، x به توان 5 x به توان 5 خلاص. زایت ما مساوی به چند شد؟ مساوی به 3. خب خوار میکنه وقت چند شده بودن امروز از درس ما پولینوم های معادل. پولینوم های معادل اونو پولینوم های است که ضرایب مجهول هایی که توانش یک چیز باشه ضرایبشان مساوی هستند. مثلا اینجا یک مثال کار کردم x مربع مساوی به x مربع. مثلا اگر اینجا m باشه یک مساوی به یک است و اینجا هر چند که باشه مساوی به همون چیز است این طرف هم، به خاطر که پولینوم معادل است. مثلا اینجا یک سوال کار کرد 2n مساوی میشه به 3m جمع 1 ضرب x. پس این x با x خلاص کنین، دویم مساوی میشه به 3m جمع 1. پس دیگه چه الان جمع و تفریق هست m پیدا میکنین. خب یک سوال دیگه هم کار میکنیم، بعد زو میریم به پولینوم متجانس. به خاطر که بسیار پس ماندیم، من فکر نمیکنم که قدری پیش بره، به خاطر بسیار زیاد آسان است. خب یک سوال دیگه هم کار میکنم، یک خواهر ما جواب بده، بعد از او میریم به متجانس هم میخوانیم امروز. حالا مثلا یک سوال مثلا اینی رقم بر ما داده، مثلا 5 px جمع 5 مساوی میشه به اینجا داده 5x جمع n. مثلا این تو یک سوال از شما خواسته. حالا قیمت گفته این نمیشه، با جای از این نشته میکنم n. خب این تو یک سوال باش با گفته به قیمت p و m پیدا کنیم. یک خواهر ما میره جواب بده، باید از پولینوم متجانس هم میخوانیم. اینی پولینوم چی است؟ معادل است. در خواهر ما که استاد ما چیزی که یاد دارم بگم. بفرمایید. استاد x با x خلاص میکنیم. حالی 5 دست. 5 px جدا نشته میکنیم. 5 px مساوی میشه به x. 5 x استاد نشته میکنیم. مساوی به x. مثبت x با x خلاص میکنیم. اینجا راستی 5 x است. بله. 5 x. خب x با x خلاص شد. بله. 5 p ما مساوی به چند شد؟ 5 p ما مساوی به x با x خلاص شد چند مونده اینجا؟ مساوی به 5. مساوی به 5. و قیمت 5 ما پی مساوی قیمت p ما 5 است. اینجا یک 5 هم داریم. این 5 کی طرف روان کنیم دولت چی میشه؟ تقسیم میشه. یا دو طرف تقسیم یک 5 کن. تقسیم میشه به این 5 ما با 5 خلاص، یک 5 5 یک 5 5 پی مساوی به چند شد؟ مساوی به p مساوی به 1. خب حالا به شما یک به خاطر که دو حد داره یک عدد ثابت هم داره، پس ام دیگه شان مساوی قرار بدین. این عدد ثابت هم قرار بدین. ام قیمت ام چند میشه؟ ام قیمت 5 مساوی به 5. اون خواهر ما جواب داد مساوی به 5 میشه. خب شاید دیگه مشکل نداشته باشین. این دو حده شان کار 3 حده و دورم هم میشه. در کتاب شما که داده اینی 3 حده است. x مربع کلش جدا میکنه، باز اون مساوی قرار میده خلاص، و با x مربع با x مربع خلاص، یا x با x خلاص، یا x مکعب با x مکعب. 4 حده یا 5 حده باشه همین چیز میشه. یک 5 حده یک 5 حده هم 5 حده خونه یک چیز مثلا به شما نوشته میکنم 5 x مکعب مساوی به n x مکعب. مثلا فکر کنید این چند حده است. مثلا شاید جمع دیگه هم داشته باشه. قیمت این ما چند است؟ باز این نشته کردم، این رو زایت نشته میکنم. قیمت زایت ما چند است؟ دیجا قیمت زایت ما
5 5. افتاد بخاطر که این مکعب با یکی دیگه خلاص میکنیم و زیت ما مساوی به 5 میشه. خواهر ما جواب دادن. همتون فهمیدین دیگه چیز مشکل نیست، این رو با این خلاص میکنی زیت مساوی 5 میشه. اگه باز حالت جمع و تفریق دیگه چیزا بود باز دیگه پیش میرین و رقمی. خب دیگه کس مشکل نداره پولیم بده. استاد در سوال بالا دیگه بله نخیر استاد در سوال بالا دیگه پی قیمتش 1 برآمد و از استاد پایین بیاریم که یادم از اکس از ام 5 برآمد. بله بله هر کدامش جدا جدا میگیریم به خاطر که دیجا به شما جدا داده بودم اما دیجا جدا نداده بود. دیجا علامه جمع و منفی و چیزا هم هست. باز که هست جدا جدا بگیرین. از ایرام جدا بگیرین، این رقمی به خود نشته کنین، ضریب ایکس هم جدا بگیرین، ضریب 5 هم جدا، ضریب از ایکس هم بگیرین، عدد ثابت هم جدا بگیرین، نه پیدا کنین به خود. در کتاب شما مثلا کمک کلانتر است. اینی مثال که خوب سے یاد گرفتین باز دیگه مشکل نمیمونه. اما یک ایکس مکعب باشه باز زورمون یاد دارین. باز از ایکس مکعب مساوی به ایکس مکعب ضریب ایکس مکعب میکنیم. خب کس خب مشکل نداره. کس مشکل داره یک سوال برام اینجا بگوید که من حل کنم بعد از او باز پیش بریم. اگه کس مشکل یا بعد از درس متجانس هم میخوانیم بعض هر کس که مشکل داشت بعد از متجانس سوال خود بر من بگوید به خاطر که مزاحم دیگه کسا نشیم. خب پولینوم های متجانس پولینوم هایی است که پولینوم های متجانس دیگه تعریف یاد بگیرین. دیگه نوشته کرده درجه تمام حدود یک پولینوم با هم مساوی باشن پولینوم های متجانس میگوین. چی معنی میده؟ میگه مساوی به مثلا از کلش که است ایجا اگه x مکعب باشه این رقمی دیگه 3x مکعب جمع 8x مکعب. میبینین از این هم 3 از این هم 3 از این هم 3 اما تو همش باید چی باشه؟ یک چیز باشه. اگه مثلا x به توان 5 باشه باز همون تو ادامه دار است و توانای دیگه حدودش هم چی است؟ x به توان 5 است. مثلا 2x به توان 5 اینا رو چی میگه؟ پولینوم های متجانس میگه. خب یک سوال به شما دیگه داده اگه پولینوم اینی متجانس باشه قیمت m و n را دریابید. خب کسی برام گفته میده این سوال دیگه 3x x مربع. یک کس کتاب داره برام بگوید که مثلا اون طرف میجمع وقت ضایع میشه. اکس مربع استاد بعد از وای خب اینی رو بر شما بگیم. اینی رو برام بگوید 5x وای مثبت 5 مثال ششم خوانده خب راستم y مثبت 5 مثبت 5 x به توان m x به توان m زائد منفی زائد منفی تکلیش زائد منفی خب زائد در پولوش است 7 y منفی برسد منفی 7 y به توان n منفی 3 n منفی 3 n منفی 3 زائد مربع. زائد مربع. خب از تعریفش فهمیدیم که چی است که توانا همه باید چی باشه؟ مساوی باشه. پس با این پیدا کردن بسیار با ما ساده شده. خب x به توان m است. x به توان m است. خب 2 جمع 1 چند میشه؟ درجه ازی چند میشه؟ 2 جمع 1 3 نه 3 میشه نه 3 2 جمع 1 دیگه با شما واضح نشته کنم 2 جمع 1 مساوی میشد به 3 و از این چند میشه؟ درجه زیر پیدا میکنیم. از یکیش m است از دیگهش چی است؟ از دیگهش توانش چی است؟ 1 است. m جمع m جمع 1 و از این چی میشه؟ n n منفی 3 جمع میکنیم. نه تنها جمع است دیگه چیزی نداره. n منفی 3 جمع 2 درجهش پیدا میکنیم جمع 2. خب حالا از تعریفش خویا پولینوم متجانس اونوست که تمام توانایش چی باشه یا درجهش چی باشه؟ مساوی باشه. پس 3 مساوی به چند میشه؟ m
جمع یک. به خاطر که باید این مساوی باشه. اگه 3 باشه این هم باید 3 باشه. اگه باید چی باشه می جمعش ما گفتم 3 3 3 5 5 5 اما تو پولینوم متجانس همین رقم است. خب حالا قیمت این پیدا میکنیم. این مساوی به چند میشه؟ 3 3 طرف است. جمع یک طرف روان کنیم چی میشه علامش؟ یک طرف روان کنیم منفی منفی یک. این مساوی به چند شد؟ دو دو. صد منفی یک. دو از 3 که یک دو. بره دو نشانه. خب حالا قیمت این پیدا میکنیم. این ما مثلا n منفی 3 جمع 2 مساوی به چند میشد؟ مساوی به چند بچه؟ این مساوی اصد یوم باید دو شود. دو نشه گفتم. سه میشه. 3 میشه به خاطر که همش باید 3 شود نه؟ یک دانش که 3 شد همش باید 3 شود. اصد خب از الان ام دو شده. این خب قیمت یک چیزی بود این ما نمیفهمیدیم پیداش کردیم نه؟ حالا این ما مساوی به چند میشه؟ 3 خب از منفی 3 که 2 بره این منفی 1 میشه یعنی منفی 1 که طرف بریم جمع 1. این ما مساوی به چند شد؟ 4. خب دیگه خب کسی مشکل نداره. نه این ما مساوی به 2 این ما مساوی به 4. خب یک سوال ساده دیگه کار میکنیم. مثلا اینجا دو حد داشت من با شما یک حدیش کار میکنم. مثلا 3x مربع جمع 4x به توان پی. پی ما چند میشه؟ پی ما مساوی به چند بچه؟ اصد دو 2 میشه. میشه. آفرین. به خاطر چی؟ به خاطر که پولینوم متجانس است. باید توانای همش باید چی باشه؟ یک چیز باشه. خب یک سوال دیگه یک کن باشه. یکسان باشه. یک سوال دیگه هم کار میکنم. بعد از او باز تمرین است. بعد از او خلاص مساوی به توان ام بگیرم جمع 3xy. کس برام گفته میتونه ام ما چند میشه؟ استاد اما شاید اول درجه زیر برام بگو. این درجه خوب واضح به خود نوشته کنیم واسه پیشتان غلط نمیشه. مثل این مک نوشته کردم دیگه اینی رقم. خب درجه زی چند میشه؟ درجه 3xy اینجا خود نمیفهمیم. اول زیر نوشته میکنیم. xy چند میشه درجه؟ اصد یک میشه. یکی از این یکی از x است یکی از y است. پس چند میشه؟ یک جمع یک دو میشه. دو میشه. استاد پس درجه زی چند شد؟ دو میشه استاد. متجانس شد. نه و استاد. از چند میشه؟ دو. اصد از یم دو میشه. از هم 2 میشه. اما دیگه چی نوشته کنم؟ از این یک است. ام. پس m مساوی میشه. استاد دیگه مساوی به یک. به دو. m جمع یک. بدو. استاد ببینید اینجا ام که به توان ام داده ما دریافت کردیم که ام ما قیمتش دو است. اول این رقمی نوشته کنیم به شما آسان میشه. حالا که رقمی شد به خاطر که از ما قیمت m خواسته حالا مساوی قرار میدیم. مثلا m جمع یک مساوی به 2 میشه. m جمع یک مساوی به 2 مساوی به مساوی دو. به 2. قیمت m ما چند میبره؟ یک یک. استاد. خود ما جواب داد. اما این رقمی نوشته کنین. اگر این رقمی نوشته نکنین باز پیشتان غلط میشه. این رقمی همیشه به خود نوشته کنین. درجه زیر هم پیدا کنین. درجه زیر هم پیدا کنین. بعد از خمه پولینوم متجانس است. m جمع یک مساوی به 2 شد. خب یک سوال ما اینجا نوشته میکنم. میخوار ما جواب بده. بعد از او باز اگر همه فهمیدن باز او باز پیش میریم. کسایی که مشکل دارن اون اگر نه درس خلاص میشه. خب یک سوال دیگه نوشته کنم. مثلا 4x به توان 5 مساوی جمع 5x به توان m منفی 1. قیمت m از پیش ما خواسته. قیمت m چند میشه اگه پولینوم متجانس باشه؟ دو میشه استاد. چرا 2 میشه؟
استاد به خاطر که ام قیمت یک است، ام 2 است، منفی یک چقدر میشه استاد؟ نه دیگه او رقمی نوشته نکن. من گفتم بر شما واضحه و خودی رقمی نوشته کنین. وقتی رقمی نوشته کنین از پیشان غلط نمیشه. وقت طریقه رو یاد داشتین هیچ وقت از پیشان غلط نمیشه. اما اگه میخوانی کده باشین باز مثلا اینی سه رو من این طرف نوشته کنم باز حل کده نمیتونین. از این خاطر امروی اجت امروی دلیلش یاد بگیریم. خب کس دیگه برام جواب داده میتونه موسی و چند میشه؟ استاد قیمت اول از قیمتش رو بگیم. استاد بفرمایید. ایجا عدد باشه هر عدد باشه نباشه فرق نمیکنه. خب ایجا مجموعش نوشته میکنم. اگه ایجا پاکن من پاکن فرق نمیکنه. پولنی متجانس از نظر به توان حل میشه. استاد توان یک میشه. بر ما بگوین کسی که میگه من چطور نوشته کنم دیگه چطور حلش کنم. استاد میگیم هر عدد یک توان نداشت، توانش یک است. اعلان 8 توانش یک است، از هم یک است. سیسه اما ما این توانه زیاد کار نداریم. ما توانه چیز مجهول کار داریم. ایکس ما مجهول است نه و ای پولینی متجانس است. کسی نفهمید ایره الکده نمیتونه. کسی الکده نمیتونه ایره. گفتم پولینی متجانس پولینی است که توانای ضرایبش چی باشه مساوی است. پس ام منفی یک مساوی به چند میشه؟ مساوی به 5 میشه. ام ما مساوی میشه به 5 ما. استاد مساوی به 4 میشه. مساوی 5 میشه. منفی یک کی طرف روان کنیم علامش چی میشه؟ مثبت. مثبت میشه. ام ما مساوی به چند شد؟ 6. هیچ قدر سوال ساده نبود. نمیفهم چرا حل نتونستیم. خب خیر یک سوال دیگه. 5x به توان 4 مساوی میشه به 9 x به توان زید جمع 2. قیمت زید از ما خواسته اگه این پولینیم متجانس باشه. امی سوال بر من کس حل کنم رای دلیلش هم بگه که همسین فیدگی تان یاد بگیره. اینی زید است. قیمت زید ما چند میشه؟ و 4 است. امرای دلیلش برم بگویم. دیجا دلیلش استاد به خاطر که زید خاطر که جمع است استاد. دیجا دلیل زید مثبت 2 شود. دیجا دلیلش چی بود؟ به خاطر پولی متجانس است توانای مجهولش چی است؟ مساوی است. اگه یک چیز دیگه مثلا میخواین که مثلا در وجه مثل اختصار واری را پاک کنین اینی را پاک کنین ما ایره هیچ کار نداریم ایره هیچ کار نداریم ایره مساوی قرار بدین خلاص. اینی را مساوی وزنی قرار بدین. استاد من امروی دلیلش بگویم. بفرمایید. استاد وقتی که زید مثبت 2 شنی اینجا میگیریم زید مثبت 2 مساوی به 4 میشه آفرین. بعد از او و مثبت 4 میشه. گرفتین استاد؟ و زید وقتی که مساوی به 4 شد باز علامهش مثبت به منفی تبدیل میشه و جمع 2 میشه. این طرف علامش مثبت است این طرف که باید میشه منفی میشه استاد. مساوی به 2 شد. منفی 2 مساوی به 2 میشه. خوار ما صحیح گفتم استاد؟ بله درست است. این هم خوار ما برای دلیلش گفت. استاد بیشتر دیگه دخونه. خیلی باز ریکاردینگ باز پس سعی کنین ببینین بعضی باز خودتر یاد میگیرین. و یک چیز دیگه به شما گفتم میتونین مثل پیشتر که به شما گفتم اینی رو کل پاک کنیم. این یاره هیچ کار ندارین دیگه. این یاره هیچ کار ندارین. این رو کل پاک کنین. این مساوی وزی قرار بدین سوالتان حل میشه. خب یک سوال استاد ببینین من صحیح گفتم؟
همطور کلش حل میشه دیگه متجانس. متجانس هم میشه متحل میشه. خب یک سوال دیگه، کدام خواهر ما که مشکل داره امو یک سوال حل میکنیم با هم که سوال دیگه برشان حل میشه به مشکل برشان پیدا نشه. کسی هست که مشکل داشته باشه؟ کسی که مشکل داره اصلا ما حل میکنم. حل کنه، اینی سوال حل کنه. این ما را خواستن، این ما چی میشه؟ اصلا صدای بله من بله داره؟ بفرمایید. اصلا اما پیدا کنیم چند بله. میشه؟ قیمت این ما خواستم این چند اول میشه؟ میگیریم اما هم؟ اصلا میگیریم اما مساوی به بله. 5. قیمت این ما چند شد؟ 5. این سوال ساده بود. حالا مثلا اگر جمع منفی و چیزا داشته و دیگه اکس چیز به شما آسان تر هم که دادم، گفتم اینی را پاک کنین، اینی را ما هیچ کار نداریم. کل گپ متجانس است، توانایش است. این ما مسیح به چند شد؟ مسیح به 5. اصلا یک سوال سخت بودیم که مال میتونیم. 3 یک سوال سخت. بله. استاد 8 اکس. استاد ام سر کنیم جه 5 شد. بله. استاد بگم ام سر هم 5 شد اینجا. پولینوم متجانس تعریفش اینجا نوشته شده اگر درجه تمام حدود یک پولینوم با هم مساوی باشه به نام پولینوم متجانس یاد میشه. مثل 2x مربع جمع x به توان درست است. x به توان 2 جمع z به توان یونی همیشه مساوی است. خب سوال یک سوال سخت، این یا مثلا سوال سخت باشه. وای مربع. این سوال کمک سخت است. شما حل کنید. قیمت پیر از ما خواسته، میگه پی مساوی به چند میشه. اصلا این مساوی به 1 میشه. امروز دلیلش بگین و ما گفتم اینی رقم استپ با استپ پیش برین، این تو باز از پیشتون غلط نمیشه. اگر مثلا اما تو میخانیکی باز از پیشتون غلط میشه، سوال مثلا کمک سخت‌تر باشه. اول چی میکنین؟ استاد من میگم بله اول چی میکنین؟ درجهش استاد پیدا توانایش. میکنین. بفرمایید. استاد توانایش میگیریم از اکس ما یک است، از وای ما خاصی بله. است. چی میکنیم میره؟ استاد جمع میکنیم که جمعش میشه 4. این رقمی استپ با استپ نشته کنیم باز بخی از پیشتون غلط نمیشه. خور ما گفت مساوی میشه به 4. بله استاد. بعد از اون 4 بعد از اون استاد میریم توان پیما 1 است. توان پیما 2 است استاد. این ما توانش 2 است. وای ما توانش دوست توان این ما 1 است. این نکس 2 است استاد. 2 است. خب اینجا چی نوشته کنم؟ درجه ازی چند میشه؟ استاد درجه ازی 4 میشه. نه پی ای پی بود. 3 میشه استاد. 3 اصلا 2 میشه و درجه پی ما 2 میشه. باز جمع که کنیم 4 میشه. 1 میشه استاد درجه پی ما. نه نمیشه به خاطر که ضریب وای هم یک میشه. توانش وای نه. ما شما گفتم استپ با استپ پیش میریم. نه درجه ازی چند میشه؟ درجه ازی x به توان پی است و y به توان 2. این رقمی جمع کنید دیگه 4 میشه. 1 میشه. 1 با 1 جمع حالا فعلا خود نمیفهمیم. اول فقط درجه رو پیدا کنین. درجه ازی چند میشه؟ درجه استاد 2 میشه. درجه ازی 2 نمیشه. نه مثلا ازی 20 ازی از وای که از دوست استاد 1 میشه. 1 نمیشه استاد. درجه چی پیدا میکردیم دیگه؟ از یک از x به توان 1 است، از y به توان 3 است. یک چی کردم؟ یک جمع 3 نشته کردم یعنی دیگه. استاد خمام میگم ببینید شما امی قیمت x ما 1 است.
توانش دیگه سیسته ای خلاص شد دیگه. حالا از دومش پیدا میکنیم 4x به توان بله، p y به توان استاد اینمی این توانش یک نمیشه به خاطر که هرچی که توان نداشت استاد توانش یک پیدو است. اینی x است دیگه، این نگوی این x است، اینی x است. استاد خب پیدو استادم اکس یا نمیگم توانش یک میشه. پی نشته کده اینجا دیگه، چرا یک شما توان از پیسته. استاد پیدو پی جمع پی مثبت پی دو مثبت دو. پی مثبت دو نفر ما درست کن. پی مثبت دو. استاد ما ایره از صبح تا حالا گفتم بوی باز گفتم غلط نباشه. نه خب خیره. حالا چی میکنیم؟ حالا که درجهش پیدا کنیم، حالا چی میکنیم؟ به خاطر که متجانس است چی کنم؟ ایرم مساوی به ازی قرار بدم، نه؟ به خاطر که متجانس است. مثلا بله پی جمع دو مساوی به پی جمع دو مساوی به چهار 4. پی مساوی به چند شد؟ دو رو کی طرف؟ چهار پی ما مساوی به پی دوست. مساوی به 2 شد. مساوی به 8 شد. نه پی مساوی به دو پی شد. مساوی به 2 شد. این طرف دوست بدیم. زیاد فکرتانه بگیرین در ریاضی، منفی در ریاضی زیاد فکرتانه بگیرین پیش از اینکه مثلا یک چیزی بگوین امروی خود نشته کنین دیگه، نشته کنین از پیش غلط نمیشه. اگر تو از دل خود بگوین باز سوال از پیش غلط میشه. ریاضی بسیار زیاد یا خب مثلا سوال آسان است، مثلا نمیفهم کسی میخواد بله انجینری استاد سوال بخونه، یعنی ما انجینری سوال خواندیم مثلا شاید یک بیلدینگ غلط محاسبه کنین با این بفته در زلزله. خب این بسیار زیاد مهم است و طریق آسان شک به شما گفتم ما به خاطر که در متجانس تنها چی را ضرورت داریم؟ توانار ضرورت داریم. اینی کلش پاک کنین، اینی کلش پاک کنین. مساوی به چی شد؟ پی جمع دو مساوی به 4 شد. پی مساوی به 2 و پی هم مساوی به چند شد؟ دو را طرف انتقال دادیم میشه 4 منفی 2 پی مساوی به 2. و اینی طریق آسانش هست که مثلا از پیشتان غلط نشه. گفتم یعنی ما دیگه تانا توانا را کار داریم، چیزای دیگر کار نداریم که پایین باشه. پس و این علامه‌شه قرار میتیم به خاطر که درجهش پیدا میکنیم. پی جمع دو یک جمع سه این را مساوی به از قرار میتیم. خب به خاطر که سوال ما حل کردم یک سوال دیگه میتونم بعد از او باز کسایی که مشکل داره و باشه، کسایی که مشکل نداره و میتونن لیو کنن. خب یک سوال از چی بگیرم؟ از دیجه خود چند نام سوال داره، از این خاطر یک سوال خود میگیرم. 4x به توان 5 زید به توان 3 y به توان 1 مساوی میشه به 4x به توان n زید به توان 2 y به توان مثلا 1. خب قیمت این از پیش شما خواستم. این ما چند میشه؟ امیر شما به شما وقت میتونم 2-3 دقیقه بعد زبرم بگویم. دکتر کنید. درست است. استاد این مساوی به 6 میشه؟ استاد من استپ با استپ برام بگوین دیگه چی نشته کنم. از این چند میشه درجه؟ استاد این را جمع میکنیم. اول 5 جمع 3 جمع 1 که میشه 9. 5 3 اما 3 و 9 فریم بعد از این بعد اینجا استاد این جمع 2 جمع 1 که 2 1 میشه 3 این جمع 3 دیگه این جمع نخیر جمع 1 3 این جمع 3
n جمع c. استاد سی قیمت این میشه؟ این پیدا نکردیم، گفتم استپ بای استپ پیش میریم. بعد از او خارمان رو تشریح می‌کنیم. بله. بعد از او خارمان خب بعد از استاد n جمع c مساوی به 9 قرار میتیم n جمع c را، یا همون 9 مساوی قرار میتیم به n جمع c. این چند شد؟ خب استاد در اینجا باز بله اصلا مقسم نشته کردیم، این هم مساوی قرار میتیم دیگه. اصلا 9 منفی 3 یعنی اصلا علامه مثبت به منفی تبدیل بله. میشه باز چند شد؟ و میشه شش. 6. آفرین. 6 این خارمان سیال کنن دیگه. هر سوال که باشه مثلا هم متعلم میشه. هیچ سوال نیست که شمال کده نداره. خب کس مشکل داره؟ کسی اگر مشکل داره یک سوال بگوی بر من. کسی که مشکل نداره میتونه لیف. آزیری نیفهم گرفتین یا نه؟ استاد حاضری خب گرفتم. آزیری گرفتین. کسی که مشکل داره باشه یک سوال حل کنیم با هم. کسی که مشکل نداره میتونه برای شب شما خوش. کسی که مشکل نداره، کسی که مشکل داره یک سوال برام بگه. بفرمایید. سلام استاد، مشکل که نه ولی مثلا همین سوال میدم. خب شما امیر حل درست. کنید. 3x به توان 4 5 به توان 2 5 به توان 2 ده بله. پولش 5 به توان 2 خب و y خب مساوی به 3x به توان x 3x 3x به توان x. به توان x. ها x نگیریم بخاطر که یک دونه مجهول پنج. داریم. a بگیریم مثلا a بگیریم. خب اینه بالاخره هرچی. خب 5 و y خلاص. 5 و y. خب 5 6. خب کدام خواهر ما ایره جواب داده میتونه یا من خودم جواب بدم؟ استاد آه، نکنمش. استاد من خود حل میکنم. خب ایره خودتان حل میکنیم. بفرمایید. بله ما به دو طرف داریم 3 تا مشترک. خب مشترک y پس x به توان 4 و 5 به توان 2 مساویه به x به توان همون x یا a که شما گرفتیم و 5. خب اول اینا رو حذف میکنیم. بعد از اینا رو حذف میکنیم. 3x خود ما به طریقی که من گفتم و طریقه 3x هم بود طرف میکنیم. 5 هم بود طرف کنیم. نه استاد دیگه 5 به توان 2 میمونه برای ما. شاید غلط تر کردم باشه بخاطر که ما این ریش کار نداریم. این خب مشغول نیست. این 5 به توان 2 هر چیز باشه ما فرق نمیکنه. خب مشغول نیست. استاد منش کنم. بفرمایید. این نفهم چی بود دمو ریفه برام پس بگم اینجا نشته کنم. 6 بود. 6 به توان 4 بود نه 6 بله استاد 6 به توان 4. خب به خاطر که ما اینی ریش کار نداریم. این مشغول نیست. از این خاطر توان از این هیچ کار نداریم. اینجا بخی 30 باشه 40 باشه 50 باشه 5 به توان شه. این به من عدد است. عدد هم هیچ کار نداره دیگه. این یار خودتان بخی پاک کردن میتونین از پیشم. مثلا هر عددی که باشه از جام پاک کنین از جام پاک کنین. ما هیچ کار نداریم. x هم کار ندارم. y هم کار ندارم. ای طرف میمونم و دیجا یک y بود نی اونو چیشه بانه دیجا توانش دیجا بانه و دیجا ایجام به خاطر یک دانه y است امتحان خود شبانه به خاطر که ما درجهش کار داریم دیگه. اینی رو ما کارش نداریم. این رو مسکنین این رو مسکنین این رو مسکنین. 5 مساوی به چند شد؟ مساوی به ای. قیمت ای مساوی به چند شد؟ 5 است. به خاطر که 4 جمع 1 میشه 5 و خب راستی اینجا یک دیگه هم داریم جمع 1 یعنی فکر من نشد میشه 5 مساوی به چند میشه؟ این طرف جمع میکنیم جمع 1. پس وقت یک این طرف روان کنیم چند میشه؟ 5 منفی 1 مساوی میشه به 4.
خب خوار ما خوب کرد سوال کرد مثلا از پیشتان غلط نشه، مثلا دیگه نوشته کرده باشه 5 به توان 2 5 به توان 3 ایره ما کار ندارم آخر که یه عدد ثابت است. متجانس اون است که توان ضرایبش با هم مساوی است، این خود عدد است، ایره ما کار نداریم، میره بخی پاک کنین از سوالتان اگه مثلا از پیشتان غلط میشه. خب یک کس دیگه سوال داره یا خودش سوال حل کنه؟ یک سوال داره ما بگه که با هم حل کنیم که مشکل که داره حل شود. کس سوال داره؟ نه استاد مشکل ما هم حل شد. خوب شد. کس دیگه مشکل نداره؟ کسی مشکل داره یک سوال بگه با هم حلش کنیم. استاد یک سوال بدیم که ما ببینیم یاد گرفتیم، اگه یاد گرفتیم خالص بدیم، اگر یاد نگرفتیم که پیشینیم سوالات کنیم. سیست. مثلا پیش سر هم یک سوال کار کردیم 5x y مسیبه اما تو پیش سر خوار ما یک سوال داده بود، از خاطر این یک سوال به شما میتونم که مثلا توان از زیر شما چی میکنی سر از این توان عدد ما هیچ کار نداریم. خب از اون خوار ما گفتم این سوال کار کنه انشاءالله ایره حل کردیم باز دیگه نخواد مشکل بانه باشیم. استاد بگویم استپ با استپ حل کنین. خب مثلا عجله نکنین هیچ وقت ریزی بفرمایید. درست استاد. اینجا 12 NY است که توان N هم X است استاد به نظرم. توان X هم 1 است و توان Y هم بله. 1 است. استاد یا که باز دبالایشان نوشته میکنیم 1 جمع 1 به خاطر که درجهش پیدا کنیم. بخاطر که درجهش پیدا کنیم جمع 1 و استاد دبالایشان نوشته کنیم 2 میشه. شد. استاد و دیگه پارتش میریم 5 به توان 2. اینجا 2 را جمع 2 قرار میکنیم. این خود من بیشتر هم خواهر ما می سوال گفت 5 به 2 ما هیچ کار نداریم 25 میشه. دیگه 12 رو ما غرض گرفتم. توانه چی؟ نه خیر استاد. پس ایره ما هیچ کار نداریم. اینه ما چی کنیم 5 به توان بخی 20 باشه. من ایره کار ندارم، میتونست که ایره جمع کنیم. این خیلی عدد ثابت است. ایده ایجا باشه من توان از ایره هیچ غرض ندارم. توان چی را کار دارم؟ توان مجهولا را کار دارم. مجهولا را برای استاد. 2 توان n ما x ما استاد 2 است و مثبت n میگیریم که توان y ما میشه y میشه. با استاد 2 را علامش منفی میکنیم. 2 مساوی منفی نه گفتم استپ 2 منفی استپ با استپ پیش بریم. 2 منفی استپ با استپ پیش بریم. با استپ دیگه که هست این دو دانه رو مساوی قرار میدیم. دو مساوی و دو جمع 2 منفی است بخاطر که علامش خواه این را تمام مساوی قرار دادم. میره دیگه نوشته کردم خلاص دیگه چیز نکردیم. خب حالا چی میکنیم؟ 2 مساوی 2 مساوی رو میگیریم، علامش به منفی تبدیل میکنیم. 2 یکی طرف بریم علامش چی میشه؟ منفی این ما مساوی به چند شد؟ 2 منفی 2 صفر است. خلاص این جواب میشه. صحیح حل کردم. نه صحیح کردیم. اگر میخواین که امتحانش کنین باز قیمت این پس ایجا بگذارین باید مساوی به 2 شد. این طرف هم 2 شد این طرف هم 2 شد و این دیجا چند برام از 0 0 جمع 2 مساوی به چند شد؟ 2 2 مساوی به 2 متجانس است. خب کسی یک مشکل نداره. ایره خوار ما خودش حل کرد و اگر مشکل هم داشتین باز خوار ما میتونی پرسان کنین. بعضی کسا سوال نمیکنن. خب کسی یک سوال نداره.
خب شب شما خوش. خداحافظ. و دیگه کارخانه گیری هم صنفیتان بگوین اینی سوال دیگه که مانده کلش حل کنیم. درست استاد وقت استاد خوش. جان در بله. تمرین اینی پولین معادل در اینجا آورده. اینه بر شما یک سوال دیگه آورده. اینی پولین معادل است. یک کتاب شما ذکر نکردم و اینی سوال پولین معادل است. معادل. خب که سوالش بیشتر چند سوال که مونده میره کنیم خلاص. همه شل کنیم باز استاد دست نه وای نمی‌دی. خب بیشتر کار کردیم و را بانیم دیگه. یک اینی سوال میشه، چهارم میشه، پنجم میشه، ششم میشه، دیگه کدام دیگه خو نمانده دیگه شکل شل کرده بودیم. 4 5 6 اینا رو 4 می‌دونستم. 5 6 حل کنیم خلاص. این سوال متجانس است. اینی قیمتی بیسی پولینوم معادل یا معادل است یا معادل است. دو دانه معادل است، یکی هم چیز متجانس است. خب شب شما خوش. خداحافظ.